چه حسی دارین برای شرکت تو این برنامه؟ احساس خاصی ندارم. فقط اسمش چی باشه فکر کنم؟ ساحل در سختی. نه، دریای غم ساحل. به زبان ساده همون انگوش کردن میشه دیگه. جماعتشون باید انگوش کنید به خاطر سلامتیشون. در راه علم. بله. داشتمش. سلام بچه‌ها، من محمد فرجوند میزبانتونم با یه برنامه دیگه از بی‌تعارف. این بار مهمونمون یه مهمون ویژه و سورپرایز ما. اول دنجه ده راست می‌گم مهمون سورپرایزه، مهمون ویژه. سلام بچه‌ها، من محمد فرجوند میزبانتونم با یک قسمت دیگه از بی‌تعارف. این بار مهمونمون یه مهمون ویژه است. سایه خانم خودتون رو معرفی میکنید؟ من ساحل اسکندری هستم، ترم 8 پزشکی، اواخر ترم 8. خیلی عالی، اکسترن سال 1. خیلی هم خوب. بعد چه حسی دارین برای شرکت تو این برنامه؟ احساس خاصی ندارم. حس خوب. هیجان زده. سوالا رو نمیدونم سوالا چیه دیگه، نمک برنامه بمونه. آره. خب ادامه بدیم. آره. سوال اول تقلب کن. چرا پزشکی؟ رشته دیگه نه؟ پزشکی. خب من اول اینو بگم که 2 سال پشت کنکور موندم و حالا پیرا پزشکی یا مثلا داروسازی میتونستم قبول بشم، ولی موندم که پزشکی قبول شم. حالا چرا پزشکی؟ از بچگی که کلا به پزشکی علاقه داشتم و خب داروسازی نرفتم چون دوست داشتم که زیاد با بیمار در ارتباط باشم. بعد و اون حس این که مثلا یه نفر رو بتونی نجات بدی یا دردش رو کمتر کنی خیلی خوبه، یعنی با هیچ چیز قابل قیاس نیست. خیلی عالی. فکر کنم از همون اول به شما میگفتن خانم دکتر. دکتر. آره. خب سال بعدی سلام آقای مشتاق، خوبین؟ حالا با من بوده. میشه برای دانشجویان پزشکی هم نحوه مطالعه بافت و جنین رو توضیح بدین؟ شما هم تمام کردین، خیلی خوبه. بافت و جنین تا جایی که یادمه از رفرنس بود امتحانش برا ما، یعنی جزوه‌ای نداشتیم براش. آره، استاد روشنگر نمیذاره جزوه بنویسیم. آره. بعد حالا من چون بعد استاد ما رو مجبور میکرد که مثلا بافتار رو بکشیم. بعد نقاشی منم که خوبه، اون خودش باعث میشد که من مثلا بهتر یادم بمونه. و اینکه میتونن خلاصه برداری کنن و اینکه در طول ترم بخونن. یعنی اینقدر مطلب زیاده که اگه برای شب امتحان بذارن قطعا تو ذهنشون نمیمونه. خیلی عالی، واقعا حجمش زیاده. هر جلسه‌ای که میخونن برن بخونن و خلاصه برداری کنن، بعد آخر سر اون خلاصه ها رو اگه مرور کنن خیلی اوکی میشه. و این کارم خیلی خوبه، وایسای استاد رو یه روز مونده به امتحان میتونن با سرعت 3 یا 4 برابر گوش بدن. خودش خیلی جواب. میتونید مثلا رپ گوش بدید دیگه، رپ میشه دیگه. نه، اگه چند بار گوش بدن عادت میکنن. بس شما خودتون اینا رو انجام دادین؟ بله. میتونم بپرسم نمره چند گرفته؟ نمره یادم نیست ولی پاس شده. پاس شده. نگهدان شب امتحان اینا خیلی وقت گیره. من کلا شب امتحان نمیتونم خودم بخونم، اگه بخونم میافتم. و شب امتحان بخونم. خیلی خوب. چی بگم؟ هیچ، بریم سال بعدی. لطفا یه کمی از دوران کنکور و شرایطی که داشتین، همونطور هم گفتین 2 سال پشت بودین. من سال اول که کلا با جو کنکور آشنا نبودم. بعد حالا اون به کنار.
سال 2 یه اتفاقایی برام افتاد که کلا سال خوبی برام نبود. مثلا مامان بزرگم مریض شد، بعد خونه ما میموند، رفت آمد خیلی زیاد بود تو خونه. بعد یا مثلا یه ماه مونده به کنکور لپتاپمو دزدیدن و کلا خیلی اتفاقای بدی افتاد. کلا سال شرایط بدشانسیتون بوده. بعد سال آخر مشاور گرفتم. مشاورم هم یه ترم آخر دندان پزشکی بود. بعد حالا یه چیزی که میخوام بهتون بگم و خیلی مهمه اینه که اوایل که شروع میکنیم برای کنکور بخونیم خیلی مثلا با ساعت مطالعه بالایی شروع نکنیم. مثلا بیاین از اول مهر میخواین مثلا شروع کنیم، با ساعت مطالعه 12 شروع نکنیم. ساعت مطالعه‌مو کم کم بیشتر کردم. مثلا از ساعت مطالعه 7 شروع کردم، کم کم بیشترش کردم تا اینکه به 10 و 12 اینا برسم. مشاور کنکور خیلی تاثیر داشت. البته اگه مشاور کنکور میگیرین اون باید اولا اینکه پیگیر باشه، یعنی هر شب من گزارش کار میفرستادم، و اینکه باید اون گزارش که میفرستین درست باشه. صادق باشیم خیلی باهاش، آره دروغ صادق باشه. نگیم. چون مثلا اگه نخونی و بفرستی که مثلا اینا رو خوندم، در واقع خودتو گول میزنی. و شما صادق بودین دیگه. آره. خیلی حالیه. سال بعدی درسته دانشجو با جسدها بازی میکنن؟ با چیش بازی میکنی؟ من فعلا ندیدم. واقعا؟ ترم 1 نمیبرم مورد. والا میگن که مثلا خیلی از جسد میترسن و اینا، اصلا ترسناک نیست به نظر من. حالا شاید یکم بوش غیر قابل تحمل باشه، ولی همونم به چند دقیقه میستی عادت میکنی به بوش. بعد دماغت یکی پر میشه از با بوش. معایبی که داره اینه که وقتی چون حالا پذیرش پزشکی هم خیلی زیاد شده ظرفیتش، آموزش یکم کیفیتش افت میکنه. مثلا وقتی 20 نفریم یا مثلا 30-40 نفریم یه جسد دیگه، اصلا اونایی که پشت وای میستن نمیبینن. جسد هم اگه برین مثلا هر رگی که هست، مثلا هر ماهیچه و اینا، کلا همشون یه رنگه و کلا خیلی سخت میشه تشخیص داد که این مثلا عصب این رگه. آره عکسشو دیدم. بازی نمی کنیم ولی خب تمرین میکنیم. بازی خب دیگه بازی که مثل این نیست که مثلا فوتبالش کنی گلگش بدید، همون چی میگن تمرین با دستش ای بلند کنی به زمین، رگاشو جابجا کنی. در راه علم. بله هر کاری میکنی فقط به خاطر سال بعدی. پزشکی رو میشه جهش خون تو زمان کوتاه‌تری؟ این سوال از منم خیلی میپرسن. نه خیلی. ببین فقط میتونی ترم تابستان برداری و اینکه مثلا فقط کار خودتو مثلا ترم بعدی تو سبکتر بکنی، یا اگه مثلا یه چیزی افتادی ترم تابستان برداری که ترم بعد تداخل نده. وگرنه تو پزشکی رو نمیتونی کمتر از 7 سال تموم کنی، مگر اینکه مثلا بتونی توی 8 و 9 و 10 اینا تموم کنی. ولی توی دانشگاه هایی که مثلا مثل دانشگاه تبریز که علوم پایش 5 ترمه، یکی مثلا اگه هر ترم 24 واحد برداره میتونه علوم پایه رو 4 ترمه تموم بکنه و فقط یه ترم جلو میفته. 24 واحد خیلی سخت. بخصوصا مجبور دروس تخصصی برداره. یکم سخته توی پزشکی جهشی خوندن، اصلا امکان پذیر نیست. عجله چیه؟ بعد پزشکی تموم کنی رزیدنت اینا بگیر که تا آخرش. کلا تا آخر عمرت باید درس بخونی، یعنی جوری نیست که بگی آره 7 سال بخونم تموم شه بریم. راهش خوش به حالی که با آرزوت رسیدی بالاخره. مگر اینکه بخوای مثلا که به عنوان پزشک کار نکنی و مثلا کار زیبایی و اینا بری. اون خوبه. بریم سوال بعدی. این سوال خیلی جالبه. یه لحظه مکس کردیم. ادامه بدیم. این سوال خیلی جالبه. اگه یه روز یه کارگردان بهتون پیشنهاد بده که سایه خانم بیاید فیلم زندگی شما رو بسازی، از چه بازیگری درخواست میکنید که نقش اول
فیلم رو بازی کنه که همون نقش شماست. بعد فیلم تو چه ژانری خواهد بود؟ زندگی من خیلی سخت بوده، حالا شاید نشون ندم ولی خیلی سختی ها کشیدم تو زندگی. فکر کنم درام باشه. خیلی هم غمگین باشه. من پدرم رو وقتی 2 سالم بود از دست دادم، خدا رحمتش بعد برای کنه. همین خیلی سختی ها کشیدم. بعد در مورد نقش اولم من زیاد بازیگرای ایرانی رو نمیشناسم، خارجی، حالا ترکیه‌ای ها نمیشه خودم بازی کنم من. خودت چرا نمیشه؟ ولی خب بازی میکنی، بازی آره. خوب در بیار. نه یکم امیدوار به استعدادشو اسکار رو ندارم. داشته باشی. حالا بگذاریم حالا بریم سوال بگذار. بعدی. یه چیزی اینجا الان مونده این سال، از کدوم صحنه‌اش خجالت میکشی مثلا حذف بشه یا سانسور بشه؟ سوالای مثبت 18 تو کجاهاست پرسیدن دیگه دیگه. نمیدونم والا. تو دانشگاه هم مثلا تقلب اینا نکردم، مثلا کار زشت نکردم، نه کارنامه اعمال من پاک. خیلی میتونن عالی، همه صحنه هاشو نشون بدن. خیلی خوب. بدون سانسور منتظر یه فیلم آره. خوب باشی. فقط اسمش چی باشه؟ فکر کنم ساحل در سختی. نه دریای غم ساحل نشد. این خوبه نمیدونم واقعا. تا حالا بهش فکر نکردم. اون پتانسیل تت شدن هم داره، پشت نیسان هم میتونم بنویسن دریای غم ساحل نداره. خب بریم سوال بعدی. حالا سندش ترین چیز پزشکی که شما دیدین؟ تیار. آقا من فیلمشو میذارم. تیار همون توش رکتاله که معاینه مقعده برای حالا معاینه پروستات و قسمت رکتوم و اینا، یکم چندش آور. باید چند تا دستکش بپوشی که اگه یکی پاره شد دستت کثیف نشه. به البته زبان ما ساده تا حالا آره. انجام ندادیم، فقط روی مولاژ انجامش دادیم، ولی خب چندش قرار آور. انجامش بدیم. به زبان ساده همون انگوش کردن میشه دیگه. جماعتشون رو باید انگوش کنید آقا، به خاطر سلامتیشون. در راه علم. بله خیلی بله. مهم. کلا پزشکی باحال اینجاش دیگه، در راه علم همه چی آزاده. خب سوال بعدی. وقت تفریح دارید چقدر؟ وقت تفریح خب ببینین مثلا اوایل پزشکی که علوم پایه است خیلی بیشتر تایمت آزاده و میتونی خب یه حرفه رو یاد بگیری، میتونی تفریح کنی. توی فیزیوپات یکم، چون مخصوصا توی تبریز که 2 ترم فیزیوپات یکم سخته، ولی بازم میشه تفریح کرد. ببین دانشجوی پزشکی 24 ساعتی که درس نمیخونه. اگه مثلا درسشو بخونه بعدش اگه حال و حوصله داشت میتونه با دوستاش بره بیرون اگه برنامه ریزی داشته باشه. یا مثلا توی اکسترنی جمعه ها بیمارستان نداریم، میتونی مثلا یه تایمی و درستو بخونی بعد بری بیرون و گردش. آره خوبه. تفریح هم میتونیم داشته باشیم. آره نسبت حالا به رشته دیگه کمتره ولی نسبت به داره. رشته‌های دیگه خب کمتره، چون حجم درس‌ها زیاده، اون مسئولیتی که قبول میکنی چون با جون آدما در ارتباطه خب سنگین‌تره، باید هم کمتر باشه. بله دیگه کاملا منطقی. خب سوال بعدی. از چی میترسی؟ ترسی تو زندگی هست؟ مرتبط با پزشکی یا کلا یه سوال جامع است. من یه ترسی که دارم ترس از دست دادن آدمایی که دوستشون دارم. این ترس خیلی بزرگه. از تنها موندنم میترسم. تنها؟ خیلی بد شد این تنها موندن، بیخص تو دانشکده که. تو دانشکده الان که تنها موندم، از دوستام جدا افتادم به لطف اساتید و آموزش دانشکده. خیلی حس بدیه. الان ساحل در غمگینه. آره در مود همین غمگین. پیشم گریه کرده بودم. آره. خب سال بعدی. نگاه کنید شما مثلا 2 سال پشت موندید، بعد اون همه سختی عذاب، بعد الان چند سالم دانشجو پزشکی بودین، هنوز تموم نشده. این همه عذاب و سر کله زدن با اساتید محترم، آیا ارزشش رو داشت؟ من اگه برگردم عقب بازم پزشکی رو انتخاب میکنم. چرا؟ چون
حالا درسته خیلی سخته، درساش حجمش زیاده، گاهن استاد اذیتت میکنه، گاهن مثلا بهت بی احترامی میشه با فلان. یه جوری کات میکنیم، حالا ادامه بدیم. استاد بی احترامی میکنه اونجا و بودیم. فلان. ولی خب ببینین پزشکی برای کسی که علاقه داشته باشه بهترین رشته است، ولی برای کسی که بدون علاقه بیاد پزشکی فقط تلف کردن عمرشه. یعنی منی که الان علاقه دارم، هر چیزی که یاد میگیرم برای من لذت بخشه. آره کاملا درک میکنم. حتی مثلا ارتباط با بیمار، نمیدونم، اون یه اعتماد به نفسی به آدم میده، یعنی حس مفید بودن میده که این خیلی خوبه. آره هم اینو نشون میده که تو زندگی بقیه چقدر تاثیرگذاری. برای کسی ارزش نداره که مثلا بخواد خیلی از راه پزشکی پولدار بشه، چون اصلا ارزششون نداره. تو 7 سال عمومی بخونی، حالا 2 سال بری ترک، بعد 3-4 سال رزیدنتی، بعد بازم 2 سال ترک، بعد حالا چند سالم اسم در بیاری و اینا، شاید به درآمد مثلا خوبی برسی. سن 45 به بعد میشه دیگه. اون تایم رو برای هر چیز دیگه بذاری، شاید مثلا به پول خیلی بیشتری هم برسی. برای همین با امید پولدار شدن نیاین پزشکی. بعد جوری باخ میدید، رچپ میخورید، چون هم عمرت میره، هم به پولم که شاید نرسی اصلا. آره کاملا قبول دارم. و خب سایه خانم مرسی که دعوت ما رو پذیرفتید و عذر میخوام خیلی منتظر موندید. برنامه آخر خودش رسید، به پایان مسیر خودش. اگه حرفی داری با بچه‌ها؟ نه ندارم فعلا نداری. خب بچه‌ها تا قسمت بعدی خدا نگهدارتون. خداحافظ. الان بریم ببینیم فیلم بر نمی داشته. نه خدا